الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خب در آغاز صحبت از پروردگار برای هر یکی شما عزت و برکت و سعادت ابدی رو با دعا تمنا میکنم. خداوند عزوجل همیشه زیر سایه رحمتش قرار بدهد، به نظر خیر و برکت نظر رحمتش نظر کند. ولی یکی از مقصدهای اساسی این برنامه مستقیم مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان، یعنی یک اداره رسمی جمهوریوی، این است که این همه سعی و تلاش و این همه به خاطری هست که شما تمام سوالهای خود یعنی جوابی مفید و جوابی منفعتناک برای خود میگیرید. خب با این نیت یعنی این برنامه شروع شدگی هست و امید دارم که تمام سوالهای خود را به این برنامه و به مرکز اسلامی و به برنامه یوتیوبی شروع علمای جمهوری تاجیکستان ارسال می نماید. به واسطه یوتیوب برنامه مستقیم چی به واسطه سایتی مرکز اسلامی که شروع علما نقطه تیجی هست، یعنی با این همه ارسال می نماید و پاسخها رو برای خود کسب می نماید. خب به خاطر چی من تاکید کردم که با این مرکز در تماس باشید؟ خاطری که بسا هستند شبکه‌های خیلی تندروی هستند که میخواهند هر نقطه رو ناآرام کنند. ولی اونا از نام اسلام گپ میزنن، لیکن اگر اصلش رو پرسان شوید، تحقیق کنید، تشخیص کنید، تحلیل کنید، بسنجید، میبینید که حتی گروه های بدخواه هستند که با اسلام هیچ ربطی ندارن و اصلا مسلمان هم نیستند. میخواهند یک نقطه رو یا یک کشوری رو ناآرام کنند و در نتیجه به مقصدهای خود برسند. برای همین تاکید کردن منم از همین سبب است که فریفته هر بدخواهی نشوید. یعنی خداوند عزوجل به هر انسان عقل داده است و این عقل یکی از بهترین نعمت‌های پروردگاری هست. ولی اگر پروردگار این عقل رو به انسان نمیداد، انسان یعنی نه حلال برای انسان، نه حلال میبود، نه حرام میبود، نه جنت میبود، نه جهنم میبود، نه این همه کتاب‌هایی که از طرف پروردگار فرستاده شد این کتاب‌ها نمیبود. پیامبرانی از بین مردم اختیار شدن این پیامبران نمیبودن. حرام و حلال و جهنم و جنت و اینها همه نمیبودن. برای همین ولی که انسان را عقل داده است، برای همین انسان باید که عقلش را دویم استفاده کند و ببیند که همون گروه های بدخواهی که چقدر کشورها رو ناآرام کردن، خودی همین مردم ملت فایده دیدن یا که گروه های بدخواه فایده دیدن؟ یعنی دو کرده چور است، هیچ وقت یا 3 یا 5 نمی شود است. این واقعیت حقیقت است. و ببینید که همون کشورهایی که ناآرام هستن اونو از ناآرام کردنی یا که همون جوانایی که به فرهنگ و به تجربه و یعنی به اندیشه و کوتاه اندیشه بودن که خستن کشور خود رو ناآرام کردن، حالا افتخار دارن یا اینکه غم در سرن، بلا در سرن، نمیدونن چیکار کنن، در یک آفت و در غم و اندوه مبتلا هستند و پشیمانند، انگشت پشیمانی میگزن، دیگر فایدهشون سودشون نمیکند. برای همین باید که مسلمان باید دور فکر کند، مسلمان باید عقلش رو استفاده کند. ببینید قرآن زیاده از 1200 چند جا مسلمان رو میگه که عقل رو استفاده بر. افلا تعقلون، افلا تدبرون، افلا یعقلون، افلا یتدبرون، افلا، یعنی همه این آیا عقل رو استفاده نمیکنید، آیا فکر نمیکنید، آیا اندیشه نمیکنید، آیا گذشته رو نمیآموزی، آیا واقعیت رو نمیسنجی، آیا تحلیل و تشخیص و دیگر نمیکنی. انسانی که مسلمانی که گذشتهش رو ندوند، تحلیل نکند، آیندهش رو ساخته نمیتواند.
به خاطری که آینده نیک داشته باشد انسان باید که چیز؟ باید که گذشته‌اش رو بآموزد و آینده رو بسازد. حتی پروردگار میگوید استعیذ بالله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پروردگار هیچ انسانی، هیچ شخصی رو، فردی رو، عائله رو، پدر و مادری رو یا فرزندانی رو یا که محیطی رو یا قوم جمعی رو یا ملت دولت و حکومتی رو یا که ملت و کشوری رو به سعادت نمیرسوند مگر اون ملت و اون دولت و اون یعنی شخص و اون فرد و اون چیز، اون فرد و شخص و اون عائله و پدر و مادر یا چی فرزند یا چی پدر و مادر اونو سعادت خود رو بخواهند، برای سعادت خود مهنت و زحمت بکشند. وقتی که انسان مسلمان مهنت و زحمت میکشد و برای آرامی و آبادی کشورش سعی و تلاش میکند، پروردگار یعنی اون ملت رو هیچ وقت یا اون کشور اون دولت رو هیچ وقت ناکام نمیکند. کامیابترین ملت دولت کدوم ملت دولتی هست؟ کامیابترین ملت دولت کدوم ملت دولت هست؟ همون ملت دولتی هست که همه دست با هم میدهند، همه یکدیگر رو احترام میکنن، همه یکدیگر فهمی دارن، همه قدردانی دارن، همه متحد و اتفاق هستند و هیچ دشمنی جای قپیدن یا که جای پا گذاشتن نمیابد. قوت و پیشروی و ترقیات و کامیابی و سعادت همه ما و شما در متحدی ما و شما هست، در متحدی ما و شما هست. برای همین من سوالم اینجا هست که میگن که یعنی کشور رو دوست داشتن یا وطن رو دوست داشتن از نظر اسلام چگونه هست؟ حکمتی هست، میگوید حب الوطن من الایمان، دوست داشتن وطن از ایمانداری هست. مسلمانی با ننگ و آر و ناموس، مسلمانی با ننگ و آر و ناموس اون زادگاهش، وطنش، کشورش، ملتش، دولتش رو دوست می‌دارد و برای آبادی و آرامی و پیشروی و ترقیات اون وطن و کشور و از حدود عائله شروع کرده، از حدود عائله، از خانه شروع کرده تا محیط و تا وسیع‌تر و وسیع‌تر وطن و کشور و این همه برای آبادی سعی و تلاش و کوشش و مهنت و زحمت بکشد. قبل از همه نیت نیک داشته باشد و قلبی صاف و پاک داشته باشد. شما از برای خدا یا اینکه به اصطلاح مردم ما میگن تو دان خدا سوگند، شما دیدید انسانی رو که دائم برای ناآرامی و ناکامی و غوغا و فتنه و بخیز بچه و اینا همه ترغیب و تشویق کرده باشد، بعد او کامیاب و سعادتمند زندگی کرده باشد؟ هیچ ممکن نیست، هیچ ممکن نیست. برای همین وطن دوستی همین است که خود در وطنت باشی، خود بیرون از وطن، خود در کشور باشی، خود بیرون از کشور، همیشه در فکری آبادی و آرامی و آسودگی ملتت، دولتت، مردمت، قومت، جمعت، همیشه باید که در آرامی و آبادی اینا چی به سخن باشد، چی به توان باشد، چی به مال و اموال باشد، چی به فکر و اندیشه باشد، چی به یعنی اندیشه های نیک باشد، برای آسودگی آرامی و آسودگی این سرزمین و این کشور و این ملت و این دولت باید که سهمی شایسته خود را چکار کند؟ بگذارد. در همین صورت پروردگار اون هم عزت دنیا میدهد و هم سعادت آخرت، سعادت ابدی آخرت. هیچ بدخواه مردم هیچ وقت نه در دنیا و نه در آخرت کامیابی و سعادت رو نمیبیند. حب الوطن من الایمان یعنی همین است. مؤمنی با ننگ و آر و ناموس همیشه برای پیشرفتی کشورش، برای آرامی کشورش، برای آسودگی مردم کشورش
حتی قطع نظر از کی بودن اون هموطنانش، از کدوم قوم جمع و فکر و یعنی عقیده و دیگر اندیشه و دیگرش، باید سعادت اونها رو، باید کامیابی اونها رو، آرامی اونها رو باید سعادتی دارن، یعنی دنیا و آخرت اونها رو باید همیشه در مد اولی نظر داشته باشد. این از ننگ و ناموس و ایمانداری هست. یک مثال عادی در اسلام هست که تمام نعمت رو پروردگار میگوید که شکرش بخواد، شکر نعمت هم بگو. حالا خداوند عزوجل میگوید استعذ بالله ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم و آمنتم و کان الله شاکرا علیما. پروردگار چرا شما رو عذاب کنه؟ پروردگار شما رو عذاب نمیکنه. با کدام شرط ها و عمل ها عذاب نمیکنه؟ با دو شرط، یکی ایمان، یکی عملش، یعنی که شکر نعمت. حالا من و شما و همه اونایی که خون نافشان در این سرزمین ریختگی هست، حالا این وطن، این وطن و این کشور و این سرزمین و زادگاهش هست، مدامی که برای این یعنی شکر این رو نمیگید. شکر گفتن یعنی چی؟ خیرخواه بودن نسبت یعنی این کشور، خیرخواهی نسبت همین مردم و ملت و دولت و کشور. وقتی خیرخواه بودنی، خیرخواهی این ملت و این سرزمین و این مردم و این کشور می شود، شکر این وطنداری رو به جا میارد، شکر این نعمت رو به جا میارد. وقتی که شکر میکند این نعمت برایش با برکت میشد، برایش عزت و سعادت دنیا و آخرت میشود. باید که خوب در مد اولی نظر این رو داشته باشیم که ما همچون مسلمان وطن خود رو باید مثل گوهرک چشم احتیاط نماییم و برای خدمت وطن و برای آرامی وطن، برای پیشروی وطن و برای ترقیات وطن، برای آزادی مردم این سرزمین باید که محنت زحمت داشته باشیم، محنت زحمت دائمی داشته باشیم. حالا مسئله دیگری که سوالای من قبل از اون که موضوع ما در مسئله دعا هست، یک چند سوالای پیشکی اومدگی هست که میخوام به این سوالها جواب بدیم، بعد در موضوع داخل شویم. حالا مسئله سوال دیگری هست که ترتیب صفکشی در نمازها میبینیم که بسیاریا یعنی داخل میشن کمی پریشان میشن. صف رو از کجا شروع کنیم؟ حالا اگر امام از صف یعنی یک امام تنها هست، یک نفر که آمد یا که 2 نفر نماز جماعت شروع کردن، یک وجب یا یک قدم، یک وجب یعنی عقب‌تر از امام میستد. این اول یعنی حالت اولی نماز جماعت. حالا وقتی که 2 نفر شدن، نفر دومی که از عقب امام اقتدا کردگی است، در کتفی نمازگزار یک اشاره میکند که من در صف شما داخل شدم، در جماعت شما داخل شدم. باید که آدم پایش رو کشیده آهسته با یک احترامی نماز باید یک صف عقب بیستن در عقب امام، یعنی 2 نفر امام اگر که این خیلی باشد امام اینجا، حالا 2 نفر در عقب امام چسبیده بر در بر عقب امام برابر میستن. نفر سوم آمد چی؟ نفر سوم آمد از طرف راست، نفر چهارم آمد از طرف چپ، نفر پنجم آمد از طرف راست، یعنی دویم توازن صف رو باید رعایت کنند. حالا نفر این اومد که دید که در صف اول جای خالی هست، حالا از اون هیچ کس اون رو پر نمیکند. برای اون یکی از سنت و ثواب است که حتی از پیش در نماز جماعت اعتبار فقط امام است، امام اعتبار است، دیگر نمازگزارا هیچ اعتبار ندارن. از پیش نمازگزارا میگذارید و صف رو پر میکنید. اگر که اون آدم باید که صف یعنی صفی که اینجا هست پیشش اگر مبادا خالی شد، باید که آهسته پاش شکیده به زمین، یعنی آرامانه باید که اون صفحه پر کند. حالا ما بودو پر نکرد، اومدید که جا خالی است، از پیش نمازگزار رو میگذارید میروید اون صفحه پر میکنید. این جایز است در نماز جماعت. باز تکرارا تاکید میکنم در نماز جماعت فقط امام اعتبار دارد، یعنی مقتدی ها از عقب امام اقتدا کردگی ها اعتبار ندارند. وقتی از پیششون میگذارید هیچ گناهی نیست، برعکس ثواب است که اون جای خالی رو پر کنند. این مسئله. خب حالا بعضی میبینید که صف یعنی یک صف پر شده از طرف راست پر کردم یا نه،
حالا صف اول که پرشید همچنانه که ترتیب اول که از عقب 2 نفر، بعد 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر، 6 نفر، یعنی برابر باید که صف پر شود، باید همین ترتیب باید صف پر شود. چرا؟ به خاطر که این ترتیب صف در نماز برکتی، یعنی ثواب نماز جماعت رو زیاده میکند. ثواب نماز جماعت رو ترتیب صف زیاده میکند، با برکت میکند. نماز جماعت رو با برکت و ثوابش رو زیاده میکند. برای همین باید که چیز نمازگزارا باید که در صف کشیدن خیلی چی باشند، جدی اهمیت بدهند. این مسئله صف کشی. حالا در عقب امام باید که بیستد. حالا گاه میبینیم که یک جوانی من تجربه هم ندارد، من علمم ندارد، سوادم ندارد، میاد از عقب امام میستد. هرچند که اشاره میکنید که آقای جای مؤذن است یا جای یک معاون امام است، او امام هم انسان است، میشه که بینیش خون میاد یا جای دیگه، یعنی یک حادثه دیگر رخ میدهد که طهارت بشکند. حالا طهارتی او بشکند تو یا که نمازی اگر جهریه باشد یا نمازی خفیه باشد، حالا وقتی که اون طهارت امام که شکست، در حال از عقب بدگیش میکشد، استک جوش در میموند و میرود بینیش قپیده، حتی که اگر دیگر سبب ها قطعی هم که طهارتش شکسته باشد، یعنی بینی را قبیله رفتن سنه آداب نماز است که باید که بگن که بینیش خون اومده است رفته است، نگوین که کیم چیکاری دیگه شده است. حالا باید عقب امام یک انسانی که معلومات دارد، متخصص است، باید که عقب امام اون بیستد. تو اینکه نمازی مردم حالا نفری در عقب امام ایستاده است، اون چند رکعت خون نمیدوند، چون فکرش خیالش در چیم کجا است، بعد اون را پیش کند، او ولی ندوند که چیکار کند، نمیدونه در کدام در جای نماز هست، در کدام رکعتی نماز است، و چگونه نمازی مردم رو فرا میکند. این خیلی مهم است. برای همین صف یعنی عقب امام رو باید دوی چند متخصص، یک 4-5 نفر عقب امام باید که متخصص از مؤذن و از امام ها از اعضای، یعنی 10 نفره یا 20 نفره همون مسجد باشند که آگاه از سنت شروط و شرایطی نماز آگاه باشند باید باشند. مسئله دیگه که سوال خیلی مهمه که چند بار است که این مسئله مطرح می شود، سوال مطرح می شود، فرصت نشد جواب بگویم. مسجدهایی که در راه هستند و امامایی که امامتی میکنند، میگویند که نمازگزارا مسافرا میگویند که ما میرویم اقتدا میکنیم، حالا نماز امام سلام میدهد، نمیدونیم که ما اینا مسافر هستن، ما قصر بخونیم یا که پر بخونیم، چگونه بخونیم ما. همین سنت است که وقتی که امام مسافر باشد، بعد این سلام دادنش میگه که من مسافر هستم، نمازهایتون رو تمام کنید، نمازهایتون رو پر کنید. با کدام یعنی اصطلاحی که با کدام لفظی کی باشد، من مسافر هستم، نمازهایتون رو تمام کنید. تمام. عقب بدگی مقیم ها باشند، میخیزند رکعت دیگه میخونن، پر میکنن نمازشون رو. مسافرای اقتدا کردگی باشند، اگر از این 2 رکعتی که در قصر یعنی نمازی چیز اومدگی هستند در این چی یعنی قصر میخونن، ولی یک رکعت خونده بودن یک رکعت دیگه میخونن، چرا که مسافرن، امام هم مسافر است، اینا هم مسافر هستند، یک رکعت دیگر یا باقی‌مانده نمازشون رو میخونند، با همین نمازشون مکمل میشود. حالا وقتی که امام نمیگوید، حالا امام خاموش شد، حالا مبادا اگر امام هیچ چیزی نگفت، همه میخیزد باید که تمام بخونند. لیکن یعنی امام متصدیای مسجدهایی که در راه هستند باید که بگوید که برادر که امام میشوی مسافر است یا مقیم است، بعد بگید که هم مسافر هستم. خب مسافر هستی، بعد نماز بگو مسافرم، نمازتون تمام کنید، تو اینکه مردم پریشان، نمازگزارا پریشان نشوند، مردم بفهمند که چی کار کنن. یعنی خیلی مهم است. بعضی اهمیت نمیدن یا که بعضی به تجربه‌ای که در راه هستن، خب یعنی یک معلوماتی یعنی سرسری عادی ساده اولیه نماز دارند، ولی از این جزئیات درک ندارند. برای همین یعنی نماز سلام میدهند، خاموش میستند. حالا دیگر مقیما هم در حیرت، مسافران هم در حیرت که ما چی بخونیم، این امام مسافر بود یا مقیم بود. حالا مبادا اگر اون اشکار نکردی چیزی نگفت، هم مشکلی نیست، هم بخیزت باید که به نمازشون رو تمام کنند. خب سوال دیگری که اینجا هست، فکر میکنم یک چند سوالی ایلوگی ما جواب دادیم. حالا مسئله موضوع اساسی
موضوع اساسی مو چی هست؟ مسئله دعا هست. یعنی دعا چیست؟ فضیلت دعا در اسلام. پیامبر علیه السلام میگه که الدعاء هو العباده، او اینکه الدعاء مخ العباده، یعنی دعا مغز عبادت است و دعا خودش این عبادت است. پروردگار میگه استعیذ بالله وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ربكم ادعوني قال ربكم ادعوني استجب لكم. پروردگار میگه شما دعا کنید من قبول کنم. پروردگار چی میگه؟ الله سبحانه و تعالی میگه بندگانم دعا کنید من قبول کنم. و اونایی که یعنی کبر میکنن، دعا نمیکنن و بیزاری میکنن یا نعوذ بالله اونو یعنی تحقیری یا که عبادت میکنن یا تحقیری تحقیری دعا میکنن، خودشون یعنی عاقبتشون بد است. برای همین باید که مسلمان باید که در دعا خیلی اهمیت جدی بدهد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الو لبای یک سوال داشتم. او مرحمت استاد برای چیزهای دنیایی مقصد بگیم که الله برای ما خانه بده، الله برای ما زن و فرزند همیشه دعا کردن جایزه؟ چی طلب کردن؟ زن و فرزند؟ زن و فرزند و مال دنیا و همه به خاطر دنیا طلب دنیا دعا کنیم. سلام بشه. دیگر سوال نیست؟ نه من یک سوال. خیر برکتت موفق باشید. خب من سلام بشه. پروردگار میگه استعیذ بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. پروردگار نیکی های دنیا رو برای ما عطا فرما و نیکی های آخرت و جنت رو برای ما نصیب روزی بگردان، ما رو از آتش جهنم نجات بده. نیکی های دنیا چی هست؟ زوجه صالحه، زنی صالحه هست. در تفسیر همین آیت، یعنی در تفسیر همین دعای قرآنی، حضرت علی رضی الله تعالی عنه و کرم الله وجهه میگوید که یعنی حسنه دنیا، نیکی های دنیا چی هست؟ زنی نیک که از او فرزندانی نیک و تمام آسودگی و خاطر جمعی انسان هست، یا مالی با برکت حلال. دعا هست که پروردگار از مال حلال نصیب روزی هم بگردان. و پروردگار میگه استعیذ بالله ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک. هیچ وقت نصیبت رو از دنیا فراموش مکن. برای آسودگی های زندگی دنیا مهنت و زحمت بکش. ولی یک نقطه خیلی مهم است بگویم، فکر میکنم که خیلی مهم است. خداوند عزوجل دو چیز رو تقدیر کردگی هست، ازلی هست، لیکن با مهنت و زحمت بنده اش وابسته کردگی است. یکی رزق، یکی عمر. خداوند عزوجل رزق ازلی از رزق رو میدهد، لیکن با کدوم رو؟ با راه حلال یا با راه حرام؟ این وابسته از انسان است. کوشش میکند با راه حلال و قبل از همه امید میکند، دعا میکند پروردگار رو رزق حلالم بده، کسب حلالم بده، عمل نصیبم بگردون که سبب داخل شوی جنت شود، عمل نصیبم مگردون که سبب داخل شوی جهنم شود. این دعا هست. وقتی که دعا میکند و خنیت میکند حلال رو قبل از همه که پروردگار رو با راه حلال و مهنت زحمت میکشد، عملهای نیک انجام مهنت میکند، زحمت میکشد، پروردگار هم برای مهنتش اجر و پاداشش میدهد، هم رزق حلالش میدهد. رزق به منت، به خواری و زاری و به خجالتی و سرخمی و دست درازی که پیشی و خجالت دست دراز نکند. ولی یک نقطه دیگر در همینجا بگویم، همین انسانایی که دویم نگاه میکنن که کوکی و من یک چیز میدهد یا زکات میدهد، تا آخر عمر همون خیل میرود،
تو آخر عمر میکوبد که کی زکات میدهد، کی صدقه میدهد، کسی صدقه بدهد. لیکن انسانی که ارزو کنه پروردگار به من امکانیت بده که منم زکات بدهم، بیچاره، بینوا، یعنی کمبغل، قشاق، نیازمند، معیوب، بیمار، یتیم دستگیری کنم، دستی داشته باشم با برکت باشد. چرا که پیامبر علیه السلام میگه ید العلیا خیر من ید السفلی، یعنی دستی بالا از دستی پست یعنی بهتر و دستی بالا بهتر و خوبتر است، با برکت تر است. یعنی دستی چیست؟ بالا چی؟ دستی که زکات میدهد از دستی که زکات میگیرد پروردگار میگوید این دست با برکت تر است. مادامی که ریا نباشد به خاطر خدا باشد، مادامی که ریا نباشد به خاطر خدا باشد. دستی که زکات میدهد از دستی که زکات میگیرد، این دستی زکات میدادگی بالاتر و افضلتر است نزد پروردگار از اون دستی که میگیرد. ولی انسانی که دویم در فکری باشن که جمع کنن صدقه بگیرن، میرود پیشی و تو آخر عمر یعنی هیچ آسودگی رو نمیبیند، همیشه خجالت است، همیشه یعنی سرخ کبود میشود، عبوریش رو میریزاند. لیکن اونه که میخواه، اونه که نیت میکنه پروردگار با من امکانیت بده که من هم زکات بدهم، مال حلال، از مال حلال یعنی رزق و روزی هم عطا فرما، از نیازمندی و سرکشی و خجالت شوی پیش هر کس من رو پروردگار رو نجات بده. تموم. یعنی هم برای مهنتش اجر میگیرد و هم برای اون رزق حلالی که است، اون رزق حلالش با برکت میشد برایش. لبیک. الو. سلام بملو. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دعا در داخل نماز بهتر است یا بعد از اون؟ نفهمیدم. دعا در داخل نماز بهتر است یا بعد از اون؟ سلامت باشید، خیلی خیر برکت. یه سوال نیست؟ حالا هم مهنت کرد، هم با دست یعنی با سری بلند، با عزت و با آبرو رزق روزی خود رو به دست آورد. قبل از همه نیت کی پروردگار رو رزق حلال، بعد زحمت و مهنت و دیگر هم عزت و آبرو، هم برای مهنتش پروردگار اجرش میدهد، هم رزقش میدهد، هم برای مهنت و زحمتش اجرش میدهد. چرا که طلب رزق حلال عبادت است، طلب رزق حلال عبادت است. حالا دیگر چیز، دو چیز گفتم که پروردگار ازلی تقدیر کردگی است، لیکن به بندهش وابسته کردگی است. دیگر عمر 70 است، 80 است، 90 است، 100 است، بالا است، پایان است، چندی هست نیست. پروردگار در تقدیرش رو جای کردگی است، در تقدیرش یعنی تقدیر کردگی است، عمرش ازلی هست. لیکن این عمر رو که میبیند با سالمی و سلامتی و بردمی، با حرکت، هم نماز و طهارت و نماز یکی است، این همه سلامتی این بنده مؤمن است، مسلمان. همین پاکی از اسلام، از دین است، پاکی از دین است. طهارت، غسل، حرکت های در نماز، همه یعنی با بدن قوی می شود. علاوه به این قدم زدن و یک حرکت های کردن و مهنت و زحمت کشیدن، این سلیمی بدن است. بعضی‌ها متاسفانه بعضی‌ها پدر و مادر سالخورده اشون رو نمیگذارن حرکت کنند. نه، بگذارید اون حرکت کند، مهنت کند، مجبورش نکنید، اختیاریش مونید که برود یا به قدر توانش یک بجنبد حرکت کند تا اینکه تو آخر عمر سالم زندگی کند. وقتی که انسان میشیند از پا میزند، وقتی که انسان حرکت میکند خون در گردش میشود، بدن قوی میشود، یعنی چندی که عمر هست تا آخر عمر سالم زندگی میکند. حالا همین عمر رو میبیند، هم برای مهنت زحمتش که این عمر رو با سلامتی و سلیمی ببیند، پروردگار هم عمر رو برایش میدهد و در عوض مهنت و زحمت حرکتایی که میکند اجرش میدهد. دو چیز رو پروردگار تقدیر کردگی است، لیکن چیز به حرکت بنده وابستگی کردگی است، وابسته کردگی است. رزق روزی، برای رزق روزیش تلاش میکند، مهنت زحمت میکشد، هم اجر میگیرد برای مهنتش و هم رزقش رو با عزت و با بلند و سری بلند میگیرد. و دیگر که عمرش رو میبیند، اون عمر مهنت و زحمت میکشد، هم برای مهنت و زحمت که سالم زندگی کند پروردگار هم اجرش میدهد، هم سالم تا آخر عمر میرود. اما اونی که دیگه که بالای پا بعد چی از میانم میموند، از پا هم میموند، بعد 90 باشد، 100 باشد، 20 سال عمرش رو با پشت بعد دیگه بیچاره یعنی مشکلی و مشقت میبیند. برای همین باید که انسان مسلمان باید دوی مهنت و زحمت بکشد و
یعنی چیز دویم در حرکت باید، دویم انسان باید در حرکت باشد تو اینکه زندگی کنه، تو اینکه رزق با برکت به دست بیارد، هر دو. حالا اینجا سوال شد که دعا در چیز در نماز بهتر است یا بیرون؟ نه، دعا دویم بهتر است، که یکی نباشه دعا بهتر است. حالا دعا داخل نماز، ولی نماز ما وقتی که خوندیم حالا اخیر نماز چی میگیم؟ اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. پروردگار رحمت و مغفرت کن، پدر و مادرم را رحمت و مغفرت کن، جمله مؤمنین چی مرد باشن چی زن باشن رحمت و مغفرت کن، جمله مسلمین چی مرد باشن چی زن باشن رحمت و مغفرت کن. این همه چون حیات زنده باشن یا اینکه گذشته باشن، همگی را رحمت و مغفرت کن. حالا چرا در حق پدر و مادر؟ به خاطری که میخواهی که عبادتت، نیکیهایت، دعاهایت مستجاب شود، در حق پدر و مادرت دعا کن. میخواهی که نمازت قبول شود، در حق پدر و مادرت دعا کن. میخواهی که پروردگار این نیکی و عبادتت را قبول کند، در نماز هم که باشد در سر لبه. الو لبه. السلام علیکم. و علیکم السلام. برنامه مستقیمی یوتیوبی است، اگر سوال داشته باشید مرحبا. لبه جون؟ لبه نتیجه چیه؟ نتیجه داره ثواب میشه و گناه میشه و اون شوهری که خیانت کنه. خواهر عزیز یک بار دیگه سوال تکرار کنید. خب آواز نافهمه بود، نمیدونم اگر چیز گفت نفهمیدم. به هر حال میخواست بگید که شوهر خیانتکار است، چی است؟ خب به هر حال سوال نافهمه بود. خواهر عزیز میتوانند که تکرارا سوال خود رو بدیم و من تاکید میکنم که سوالا رو ما با رقم 2 24 25 11 قبول میکنیم. خواهر عزیز میتوانند تکرارا سوالشون رو بدیم تا اینکه جواب بگیرند، به جواب سوال نماند. خب حالا داخلی نماز یا خارجی نماز؟ چی داخلی نماز چی خارجی نماز هست، لیکن داخلی نماز اگر نمازهای نفلی یا که نمازهای سنتی باشد، وقتی که دعا میکنه دعا مستجاب. جمله عزیز دختری مرا شوهرش دختر رفتگی پتی فرزنداش رفتن زنی دیگر گرفتگی، همین خیانت میشه وقتی دعای بد می در حقی و چی میشه؟ سلامت باشید، خیلی خیر برکت. فهماست سوال فهماست. دختر یعنی خیانت کرده است با فرزندو پرتافته رفته. متاسفانه اولو میبینید یعنی هستن بعضی مردایی که بی ننگ و بی ناموس، کسی که زن و فرزندش رو ترک میکنه و ننگ ندارد، ناموس ندارد، لیکن دعای بد در حق او درست نیست. باید بگوید که پروردگار توفیقش بده، پروردگار رو هدایتش کن. از روی که او بدبخت میشود، حالا کی بدبخت میشود؟ پدر فرزندان دختره. از روی که دعای بد درست نیست. پیامبر علیه السلام میگه که شما دعا کنید پروردگار قبول میکند، اما دعای بد نکنید در قطع صله رحم. یعنی شوهر در حق شوهر یا در حق زن، بدترین زن باشد یا بدترین شوهر هم باشد، بگید که پروردگار رو هدایتش کن، توفیقش بده، انصافش بده. اون خداوند او را که هدایت کرد. حالا یک چیز دیگر است خواهر عزیز، وقتی که شما دعا میکنی ملائکه، یعنی کتف راست و کتف چپ دائم ملائکه هستن که می نویسن هر چی که میگوید میکنید. و وقتی که شما دعای نیک میکنید، این ملائکه میگوید که چیز برای خودت نیست، همین دعای خیر و برکتت برای خودت هم پروردگار مستجاب بگرداند. برای این پیامبر علیه السلام میگه که وقتی که دعا میکنید در حق برادری که در غیب است، دعا در حق برادری در غیب بودن، یعنی دور بودن، دعایت مستجاب است و هر چی که دعا میکنید اون دعا در حق خودت هم مستجاب است. حالا یک مثال عادی دیگر، وقتی که مسلمان یک چیزی خوبی را که دید، زیبایی را دید، یک شخص کامیابی را دید، باید بگید که ماشاءالله ماشاءالله من خواسته است. حالا این ماشاءالله گفتن یعنی چی؟ یعنی
که یا که بگیم خب دیگه ساده‌تر بگیم، کودکی رو میبینید که بس شیرین رو کس زیبا کس کودکی شیرین است، او گویه تمام، یعنی چشم زهر دارد، آسیب میبیند اون کودک. لیکن گفتید ماشاءالله، حالا ماشاءالله گفتید همون نعمت بزرگ رو بیا بخدت اگر پیر شده باشی به فرزندت میدهد پروردگار. فهمو؟ یا انسانی کامیاب رو دیدید بعد اوه این کثافت خیلی شید تری شید این یک جای فی قمره. نه حرام است. حسد بردن، حسرت بردن، چشم کردن حرام است. به خاطری که چشمت نرسد حسد نبری، بگو ماشاءالله لا حول ولا قوة الا بالله، ماشاءالله لا حول ولا قوة الا بالله. پروردگار میگوید که برای تو هم همین نعمت رو دادم، ممکن در این دنیا ندهد در اونجا میدهد. حالا برادری سوال کرد که دعا داخلی نماز، نمازهای نفلی، نماز تهجد، نمازهای سنت، نمازهای فردی، نمازهای فردی و نمازهای علاهیده‌ای که در مسجد، یعنی چی در مسجد چی در خانه، هر جایی که باشید خیلی در سجده دعا کنید، دعا مستجاب است. بین سجده دعا از دعا مستجاب است. لیکن نمازهای فرضی باید که جماعتی عموم به نظر گرفت و باید که همون معصوره. حالا در این سجده هم دعاهای معصوره ای که از پیامبر علیه السلام آمدگی هستند باید اون دعاها را کند. نگوید که خدایا این دامادی مرا جزیر که این نمی چی را این طریق. نه خداوند هدایتش کن، خداوند برکتش بده. یعنی این نشانه، این خواهر عزیزم نشانه ایمانداری هست که میپرسند که درست است یا نیست، چی هست، موافق دینداری هم موافق مسلمانی هم چیکار کنم، این خیانت کرد رفت، زن فرزندا را ترک کرد رفت، ولی موافق شریعت ما چیکار کنیم؟ او خیانت کرد شما خیانت نکنید. همین است. وقتی خیانت نکردی، وقتی که دایم در فکر کامیابی، همین فرزندانی که پدرش گم شده به ناموس است یا که نمیاد طرف این فرزندو، در فکر کامیابی همین فرزندو شدید، حرکت کردید، پروردگار عزت دنیا و آخرت رو برای شما میدهد. یک چیز دیگر روشن‌تر بگویم، روشن‌تر بگویم، گاه میبینید زن بد است، پس و بد است، همچنین که از تجربه و حیات رئیست فتوا میآید بیچاره مرد میگرید، میگه او نمیفهمد گپا، همین قدر میگم زنک او کامیابی ما، کامیابی خود، کامیابی فرزند و فرزند، کامیابی فرزند و کامیابی ما است. یک دیگر فهم نه یک طرف دایم یک ما بیت بگم و تو میگد، ما زمین بگم و آسمون میگد، تمام هیچ نمیفهمد. بعد با اونو ما چی میگیم؟ میگیم برادری عزیز، یا که میان از شوهر شکایت میکنن، میگیم خواهری عزیز، خداوند عزوجل اگر شوهری خوب نداد، از همون شوهر فرزندایت میدهد که اون فرزندو بالای چشم میدیده مثل مغز نون میبردارندد. این دنیا، این حیات، این زندگی، این دنیا امتحان است. این جای راحت نیست، جای جزا هست، جای مشکلی و مشقت است. همه این مشکلی و مشقت وقتی که مسلمان با صبر، با تحمل، با خیرخواهی، با دوراندیشی، با عقل، با فراست این همه رو پسی سر میکند، پروردگار عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت رو برایش میدهد، خصوصا در پیرانسالی. حالا جوانی هر چیزی که هست میگذرد، چرا که وقتی توانمندی است میگذرد، اما وقتی که پیر شدید، توان کم شد، بیمدار شدید، برجا مانده شدید، بعد بسیار دشوار میشه. هر چی که در جوانی کردید در پیری میبینید. مشکلی همین است. برای همین باید که خداوند زنی خوب نمیدهد، از او فرزندانی نیک میدهد. ولی شوهری خوب نمیدهد، از او بهترین فرزندا رو میدهد. از یک طرف پروردگار میدهد، از یک طرف میگیرد. اگر از همه طرف بدهد، انسان باز مغرور میشود، ناکام میشود. برای همین باید که انسان دائم با دعا باشد و دعا در حق، حتی در حق دشمنش هم دعای بد نکند. پروردگار این دشمن است، پروردگار هدایتش کن، پروردگار هدایتش کن. ولی که به همون دشمنت هم که خیرخواه شدی، پروردگار نسبت تو خیرخواه می شود. ولی
یک نقطه دیگر تاکید کنم، میگید میخواهید بدونید که پروردگار نسبت شما چقدر رحم دارد. میگید میخواهید بدونید که پروردگار نسبت شما چقدر رحم دارد. ببینید که چقدر شما رحم نسبت دیگران دارید. از آن همینجا معلوم می شود که پروردگار نسبتت رحم دارد یا غضب دارد. هر چقدر که رحم کردی پروردگار همون قدر به تو رحم میکند. هر چقدر سنگدلی و سختدلی و خیانت و بدگویی و بدخواهی کردی همون قدر همون بدخواهی خود برای خود برمیگردد. بدخواهی هر انسانی برای انسان برمیگردد. برای من حتی برای دشمنش انسان باید که بگه پروردگار هدایتش کن، پروردگار هدایتش کن، توفیقش بده. روز پشیمون می شود، برمیگردد، میآید، بینی شکسته، خجالت، در همون حالت هم قبولش کنید. در همون حالت هم قبول کنید شما. چرا که خداوند همیشه گذشت میکند و گذشت کردگان رو دوست می‌دارد. اگر گذشت پروردگار نباشد این دنیا چند هزار سالها پیش بر هم خورده بود. لیکن پروردگار گذشت بندهش میلیون بار گناه میکند، میگوید امکانیتش میده. گذشت میکند به معنی بخشیدن نیست. به معنی بخشیدن نیست. برای بخشیدن باید که دعا کند، توبه نصوح کند. لیکن گذشت میکند یعنی چی؟ مهلتش میدهد که شاید پشیمون شود، توبه کند، به خود بیاید، اصلاح شود. در زندگی هم همین است. اگر گذشت نباشد، نه خویشتباری، نه زن و شوهری، نه اکدوداری، نه پدری، نه همسایه‌داری، نه همکاری، نه دوستی، نه رفیقی، نه دوگانه‌داری، هیچ چیز دوام نمیکند. میدونید یکی از عامل‌های اساسی تمامی دوامناکیابی معامله ها این احترام است. معامله یا که علاقه پدر و پسری، مادر و دختری، پسر و مادری و دختر و پدری و تمام اکا و دادری و اپا و خواهری و خیش تباری و تمام این معامله ها، حتی معامله زن و شوهری، حتی معامله رفیقی و دوستی، تمام این معامله ها و علاقه دوام میابند در حالتی که احترام باشد. احترام باشد این معامله ها یعنی دوام میابند. این یک طرفی مسئله. طرف دیگری مسئله خیلی مهم، خیلی اساس، همین احترام به یک عبادت بزرگترین تبدیل میشود. پروردگار فردا روز قیامت زیر سایه جای میدهد. این رو فراموش نکنید. لبیک. السلام علیکم حضرت مفتی. علیکم السلام و رحمت الله. حضرت جان یک سوال داشتیم. مرحبا. همین وقتی که آدم دعا میکند طهارت داشتن شرط است یا نه؟ سلامت باشید. دیگه سوال نیست. یا که حضرت جان روش سین قبله بدن این همیش مهم باشه یا نباشه حضرت جان؟ سلامت باشید. خب رحمت. دیگه سوال نیست. نه حضرت جان. خیر برکت زیاد کرد. سلامت. خب رحمت. سلامت باشید. اگر امکانیت و شرایط باشد پای به طهارت رو به نماز بالای جای نماز بهترین حالت. لیکن اگر امکانیت نیست، در سفر هستید، در راه هستید، در هر جایی که هستید، سلام علیکم. شرط نیست طهارت. علیکم السلام و رحمت الله. حضرت یک سوال بود، همین سوال میتونید جواب بدید. آیا میگن دعا عبادت است، میتواند که تقدیر رو تدبیر کنند، عوض کنند؟ یعنی دعا تقدیر رو تغییر بدهد؟ سلامت باشید. دیگر سوال نیست. خب خیر برکت. در حدیث آمده است که هر چیزی رو که تغییر میدهد، یعنی چیزی که تقدیر رو تغییر میدهد، این دعا هست. این دعا هست. اگر تقدیر رو تغییر بدهد این دعا هست. همیشه باید مسلمان با امید، یعنی چی، با باوری تام که دعای من رو پروردگارم قبول میکند. هیچ ممکن نیست قبول نکند. چرا من با این قطعیت میگویم که پروردگار هیچ ممکن نیست دعا رو قبول نکند؟ به خاطری که پروردگار خود میگوید دعا کنید، ادعونی استجب لکم، شما دعا کنید من اجابت کنم. حتی کسانی که دعا نمیکنن پروردگار بالای اونا غضب میارد.
غضب پروردگار بالای مؤمن مسلمانی که دعا نمیکنند غضب پروردگار میآید و هر چقدر که بنده مؤمن پروردگارم دعا کرد، همون قدر پروردگار اون بندهش رو دوست می‌دارد. حالا اون مضمون ناتمام نماند، حالا این همه معامله هایی که هست احترام باشد، این احترام به یک بزرگترین عبادت تبدیل می شود که پروردگار فردا روز قیامت در زیر سایه عرشش جای می دهد که روز قیامت روزی است که نه سایه است نه درخت است، هیچ چیز نیست غیر از رحمت پروردگار، دیگر هیچ چیز نیست. در اینجا پروردگار میگوید که شما بیایید اینجا، یعنی چیز این زیر سایه عرش من بایستید، جای مخصوص برای شما. برای چی؟ بخاطر در حدیث صحیح متفق علیه پیامبر علیه الصلاه و السلام میگویند که سبعة یظلهم الله فی ظله او فی ظل عرشه. بعد از این 7 گروه میگوید که زیر سایه عرش پروردگار این 7 گروه را قرار میدهد. یک گروهی از اینو که هستند رجلان تحب فی الله، به خاطر خداوند عزوجل همدیگر رو احترام میکردن، به خاطر خدا. رجلان در نظر یعنی اینجا یعنی 2 نفر قطعی نظر از کی بدن، چی زن شوهر باشن، چی اکا و دادر باشن، چی پسر و پدر باشن، چی همکار و رفیق باشن، چی همسایه باشن، حتی چی رقیب باشن. رقابت دارن، رقابتی چی در ورزش چی در تجارت، حتی که در این رقابت هم داشته باشن، هم دیگر را احترام کنن. پروردگار اینا رو زیر سایه عرش خودش جای میدهد. و علیکم السلام. اصلا دوله یک سوال داشتیم. مرحبا. در بهترین حالت برای دعا کدام است و دعا به دست برداشتن هم می شود؟ خدا خیر برکت ده. خب دیگه سوال نیست؟ نه. موفق باشید. بهترین حالت برای دعا، اجابت دعا 3 اخیر شب، نماز تهجد. حالا شوهری نامناسب دارید، زنی نامناسب، فرزندی نالایق دارید، همسایه مضر ضرر آور دارید، هر کسی هست، یا دشمنی دارید همیشه پیش پایتون میدهد یا که ضررت میرسونه، نمیشه. طهارت کن، خیز، جای نماز، بالای نماز، رکعت نماز نفل، نماز تهجد بخوان. خوب است که رکعت اول فرض کردیم آیت الکرسی بخونیم، بعدی آیت الکرسی 10 بار سوره یا 11 بار سوره اخلاص بخونیم، بعدی که نماز سلام دادی پروردگار رو فلانی رو هدایت کن، فلانی رو هدایت کن، فلانی رو هدایت کن. بهترین حالت و اجابت، جای اجابت دعا این چی هست؟ یعنی 3 اخیر شب، یعنی نماز تهجد اخیر شب، 3 اخیر شب پیش از صبح صادق. حالت دیگر در سجده، نمازهای نفلی و سنتی در سجده با دعاهای معصوره وارد شدگی از پیامبر علیه السلام و موافق مذهب امام ابو حنیفه، که یکی از شرطهای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در نماز و در سجده نماز دعا کردن همون دعای معصوره رو میگویند که دعای معصوره‌ای که وارد شدگی است از پیامبر، اثبات شدگی است که پیامبر علیه السلام این دعا رو میکردن. با اون دعا در سجده، بین 2 سجده دعا کردن. باز تکرار میکنم، در نمازهای نفلی، نمازهای سنت، یعنی این درست است اجابت دعا بین اذان و قامت. حالا در مسجد میدونید متاسفانه بعضی جوانا اذان گفتگی هستن، سنت گر 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 میخونه تست، بعد میشینه اون تلفنش قطعی سرخ در سرخ ساوز در ساوز، بعد بازی کیس است. از برای خدا در خانه خدا اصحاب خانه شرم نمیکنی؟ دعای اجابت میشدگی یعنی وقتی اجابت دعا بعد از اون تو قامت در انتظار نماز دعا کن پروردگارو هر چقدر پروردگار هم گفتی، پروردگار همون قدر با تو دوست می شود، همون قدر با تو نزدیک می شود. در حدیث است که وقتی که بنده هم می آید در انتظار نماز هست و نمازی من رو سجده می کند، من در فکری انجام دادن آرزوهای این بنده هم هستم. اینجا مقام دعا هست، اینجا مکان دعا هست. بعدی از اون تا قامت، حتی دانشمندان اسلام میگن که حتی تلاوت قرآن هم نکنید بعدی از اون تا قامت، چرا که مردم هم در نمازخوانی هستن وقتی تلاوت میکنید اگر بلند خوندید مردم رو پریشان میکنید نمازگزار. این یک سبب دیگرش وقتی اجابت دعا است، دعا کن، دست بردار دعا کن.
و دیگر وقتی باران باریدن اجابت دعا و دیگر حالتی که در اضطراب هستی به نهایت در اضطراب. حالا دو حالت است میگه اگر بنده مؤمن دعا کند دعایش رد نمیشد. یکی در حالتی مصیبت خدا نشان دهد ناگهان مصیبتی رو خبری مصیبتی رو میشنوید با مجرد شنیدن بردارید از پروردگار و این مصیبت رو برایم آسان گذراندنش آسان، اگر نزدیک باشد رحمت مغفرت اجر و پاداشش رو از من کم مکن، پروردگار رو رحمت مغفرتش کن، جایش رو جان روحش رو شاد کم بودی و غلط و خطاهایش رو بیامرز. هر دعایی که برای اون کردید برای خودتون هم میآید، هر چی که برای اون گفتید برای دیگر گفتید اون برای خودت میآید. این واقعیت است. حالت دیگری که خوشخبریه، سالهای آرزو داشتی نعمتی رو که اون میسر شد، با مجردی مغرور نشدن، حالا در اینجا مغرور نشدن خود رو گم نکردن و با مجرد شنیدن این خبری چیست؟ این خبری خوش، دست بردارید دعا کنید پروردگار اون نعمت رو و اون خبری خوش رو ابدی برایت ابدی میگرداند و دعایت مستجاب میشه. این حالتایی هست که پروردگار دعا رو اجابت میکند. حالا برادر گفت که دست برداشتن در حالتی باشید که امکانیت باشد درست. حالا راننده است رانندگی میکنه 3 ساعت 4 ساعت، از اوی که در فکر فرو میره دل نمیدونه از پیشش چی اومده از عقبش چی رفته شده اصلی. و دست در چی هم باشد، رانندگی هم مشغول بر رانندگی هم باشد، با قلبش با زبانش باید دعا کند. شرط نیست که همیشه در دعا اگر امکانیت شرایط است دست بردارد دعا کند بهترین است، چرا که پیامبر علیه السلام در حدیث مبارک میگویند که پروردگار میگوید که بنده اگر به سوی من دست بردارد دعا کند من شرم میکنم که دعای بنده ام رو قبول نکنم. بنده ایم که دست میبردارد به سوی من امید میکند، دستی امید میبردارد به سوی من دعا میکند، من شرم میکنم که دعای بنده ام رو قبول نکنم. برای همین باید که چیکار کنه بنده مؤمن؟ باید که بنده مؤمن چی دست برداشته چی دست بر نداشته، چی دست برداشته چی دست نبرداشته باید حتمی دعا رو بگوید. یا خواب است یا از خواب بیدار میشود، شب بیدار میشود، تو اینکه خوابی راحت بروید تو خواب بردن بیدار شدید از یک پهلو به پهلوی دیگر، بعد بگید که الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا اللهم اغفر لی وارحمنی، پروردگار رحمت مغفرتم کن، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وادخلنا الجنه ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا تكلني الى نفسي طرفة عين یا مغیث اغیثنی یا مغیث اغیثنی یا مغیث، ای نجات دهنده نجاتم بده، ای نجات دهنده نجاتم بده، ای نجات دهنده نجاتم بده. و سنتش خوب است که هر دوی رو 3 بار تکرار کنید. ای شفا دهنده شفایم بده، ای شفا دهنده، ای مهربان ترین مهربان ها رحمم کن بیامرز مرا. وقتی دعا کردید پروردگار حتما قبول میکند. ولی از طرف این مسئله هم هست، فردا روز قیامت وقتی که بنده مؤمن هیچ کس ملائکه نیست، هیچ کس معصوم نیست غیر از پیامبران. حالا اگر پروردگار برای گناهش عذابش کردنی شود، بعد این بنده میگه پروردگار خودت گفته بودی که توبه کنید من قبول میکنم، خودت گفته بودی که دعا کنید من اجابت میکنم قبول میکنم، من دعا کرده بودم که پروردگار گناهانی من رو بیامرز، چرا برای گناه من رو عذاب میکنی؟ تمام. نجات انسان دعا عزت و برکت و سعادت انسان در دنیا و در قیامت است. نجات و عزت و برکت و سعادت مسلمان دعایش هم در دنیا و هم در آخرت است.
و دعای مؤمن و مسلمان برایش در این دنیا خاطرجمعی و قناعتمندی و راضیگی و خوشنودی و خوشحالی در قلبش جنت است. یک جنتی رو پروردگار در قلبش جای میکند، قناعتمند، راضی، الحمدلله زندگی میکند. قصرهایی در جنت برایش است. حالا بعضی میگن دعا کردم دعا مستجاب نشد. دعا مستجاب میشود. هیچ ممکن نیست دعا مستجاب نشود. لیکن سه حالت دارد دعا، اجابت دعا. یک حالتش این است که در حال قبول میشود. یک حالتش میشود که ممکن 10 سال بعد قبول شود، 1 سال بعد قبول شود، 2 سال بعد قبول شود. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این دعایت شاید فعلا اگر قبول شود به ضررت باشد، برای همین دیرتر قبولت میکنه. دعایت رو دیرتر قبول میکنه. یک حالتش که در حال قبول میکند پروردگار میدهد، حالتی دیگرش که دیرتر قبول میکند، 5 سال 10 سال ممکن 1 سال یا که زیاد یا کم، هر چی که رو پروردگار بخواهد. پروردگار برای چی در حال نمیدهد؟ حالا خود میگوید دعا رو قبول میکنم بعد در حال نمیدهد، به خاطری که پروردگار با حکمتش میداند که تو رو چی فایده میکند، کی فایده میکند، کی میکند. یک مثال عادی، خونه دارید برای فروشی یا اشیاء دارید برای فروشی، نیاز به اون شد و ضرورت به اون شد و بخواستید بفروشید، لیکن هیچ کس نمیخردش، هیچ کس نخریدش، بعد 1 سال پس 10 سال پس بینید 10 برابر این ضرورت پیش اومد، بعد فروختنی شدید، حالا میبینید که نرخ اون 10 برابر زیاد شدگی است، میفروشید، هم کمبودی اسلامی شود، هم یعنی خاطر جمع میشید، هم ضروریات برطرف میشود و هم برای یک برکت و یک آسودگی و یک لقمه حلال پاک برای زندگیت باز برای چند برابر زیاد میماند. عیناً همین دعا همین است. یا اینکه برای فردا روز قیامت میماند، پروردگار در اونجا قبول میکند و بعد میگه بندگان، پروردگار به بندگانش میگه بندم تو در زندگی این دعا این دعا این دعا این دعا این دعا این دعا این همه رو کردی، در دنیا دادم نه. حالا ببین این قصرهای این باغ و بستان جنت رو ببین، این همه است. در عوض چی؟ در عوض دعایت. مهم اساس مؤمن باید شکاک نباشد. مهم اساس باید که مؤمن یعنی با ایمان کامل و یقین و عمیق دقیق باور داشته باشد که حتمی پروردگار دعای من رو قبول میکند. هیچ ممکن نیست قبول نکند. پروردگار قبول میکند. قبول میکند در حال، قبول میکند چند سال بعد، قبول میکند در آخرت که سبب نجاتت. حتی بنده مؤمن مسلمان میگه پروردگار رو ای کاش همه دعاهایم به این روز میگذاشتی که در اینجا میدیدم، در اینجا میگرفتم، در اون حیات موقتی که یک چند سالی زود میگذرد، در اون نیو در اینجا همه دعایم رو ذخیره میکردی برای امروزم، برای امروزی سختیم. هیچ ممکن نیست دعا قبول نشود. برای همین مسلمان باید که متردد دیده نباشد. باید که چیکار کنه؟ باید که مسلمان باید یقین داشته باشد که حتمی پروردگار دعایم رو قبول میکند. وقتی گفتید قبول نمیکند، وقتی گفتید قبول میکند. پروردگار خود میگه انا عند ظن عبدی بی، یعنی من با بندم چنان معامله میکنم که هر چی که نسبت من فکر دارد من همون فکرش رو به نظر میگیرم. یقین بدونید که پروردگارم من رو قبول دارد. حالا بگید که اگه من بنده گناهکار و عاصی بنده من قبول نمی شود، بعد کی عاصیگی و از این پستی کی باید میبروی؟ نه، باید که برای کامیابی و عزت و سعادت و سربلندی و با برکت شدن و مبارک و با برکت و مفید شدن این دنیا و آخرت باید دائم دعا و تلاش.
گفتم از اول برنامه آیت خوندم، پروردگار میگه استعیذ بالله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پروردگار هیچ کس رو به عزت و برکت و سعادت نمیرسونه. دعا کنید، توکل کنید، امید کنید به پروردگار، سعی و تلاش. پروردگار به مقصد میرسونه، پروردگار کامیاب میکنه، پروردگار عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت رو نصیب و روزی میگردونه. خداوند عزوجل دعای همه شما، دعای همه ما و دعای تمامی مسلمین رو اجابت کنند. همه شما و همه ما و آیندگان همه ما و شما و جمله مؤمنین رو از صالحین، از نیکان، از نکوکاران قرار بدهد. وقتی که داشته این برنامه به پایان میرسد، در اخیر از پروردگار عز و جل الله سبحانه و تعالی آرزوی اون رو دارم که همه ما و هموطنان عزیز ما، چی در داخل کشور چی در خارج کشور، و به همه امت اسلامی مسلمانان با نظر رحمتش نظر کند، خیر برکت زیادی بدهد و خصوصا اونایی که در مهاجرت مهنتی هستند مردان رو شرافت و کرامت، ننگ و عار و ناموس عطا کند تا اینکه دائم از پدر و مادر، از زن و فرزند سراغ کنند، در علاقه باشند، در تماس باشند، در معامله نیک باشند. خصوصا یعنی بینندگان ما اکثرا از مهاجرت مهنتی هستند، یعنی زیاد هستند و همه شما، من همچون رئیس شورای علما یا به اصطلاح مردم همچون مفتی جمهوری تاجیکستان از همه شما مراجعت میکنن که همیشه با پدر و مادر و با همسر، خصوصا همسر و فرزندانتون باشد، با همسرانتون همیشه معامله نیک داشته باشید. اگر میخواهید که زنهاتون خیانتتون نکند، همیشه زنگ بزنید، بگید زنک جان دوستت میدارم، یادت کردم، برای شما و فرزندان من چند هزار کیلومتر آمدم، در این سردی و در این سختی و در این دشواری و در این مشکلی و مشقت و سختی و عذاب، من برای آسودگی شما اینجا مهنت زحمت کشیده ایستادم. با وجود همه این مشکلی هم، با وجود همه این سختی که میبینم و با وجود همه این مشقتی که رنجی که میکشم، دوستتون میدارم، برای شما مهنت زحمت کشیده ایستادم. و از همه اون خانوما و زنایی که شوهرشون در غریبی هست، چند هزار کیلومتر رفتگی هستن، بسیار خواهش میکردم که قدر کنید، مهنت و زحمت اون شوهر رو قدر کنید. چند هزار کیلومتر رفتگی است، به خاطری که یک چیزی، یک قوتی لایموتی که یک چیزی رو بیاره تو اینکه زندگی خوبی داشته باشید، یا خانه خوبی داشته باشید، زندگی خوبی داشته باشید. دائم نمیشه و باید که همون زنایی که شوهرشون در اونجا هستند همیشه نماز تهجد و نیمه های شب بخیزند، آبی دیده بریزونن که پروردگار شوهرم رو حفظ کن، پروردگار توفیقش بده، پروردگار برکتش بده، پروردگار در کسب و کارش برکت عطا فرما، پروردگار سالم، با عزت، با برکت، با جیب‌های پر، کیسه‌های پر به نزد فرزندان و اهل خانواده و به نزد ما سالم بر بگردان. و هر وقتی زنگ زد بگو مردک جان خودت برای ما سوختی، کشتی، برای ما شده عذاب کشیدی، رنج کشیدی، رنج دیدی، بخرم، دوستت میدارم. ما همه در انتظار خودت، همه دایم یادتون میکنیم، دایم همه یادتون کردیم، همه فرزنده و مزن و فرزنده همگی ما یادتون کردیم، دوستت میداریم، همه در حق شما دعا گوییم. با این مناسبت و با این معامله ها خانه با برکت می شود، زن و شوهری با برکت می شود، زندگی با برکت می شود، فرزنده با برکت می شود. و دیگر چیزی که خیلی مهم و اساس است و در حق پیشوای ملت دایم دعای خیر و برکت داشته باشیم. ببینید در این سفر اخیری کاری که رفتن، حمایت از تمام آسیای مرکزی و حمایت از منفعت‌های تاجیکستان و مردم تاجیکستان و مردم این سرزمین، این کشور و تمام مردم این سرزمین، برای حمایت اینا چقدر مهنت زحمت، خیلی مشکل است، خیلی دشوار است، آسان نیست. لیکن همه مشکلی ها و مشقت ها و همه این سختی ها رو به خاطر همین سرزمین، به خاطر همین مردم، به خاطر همین ملت، به خاطر همین دولت و حکومت دریغ نمیدارن، نه روز نه شب. گو در مجلس ها میگن که شب اون مسئله رو بحث بررسی میکنن در جلسه حکومت، میگن همین مسئله در یادم آمد، شب خوابم نبرد. همین است مسئولیت.
همین است وطن داری، وطن دوست داری، همین است وطن پروری. این است چیز کشور دوست داشتن و آباد کردن وطن. برای همین از همه بینندگان عزیز و گرامی خواهش میکنم که قبل از همه در حق پدر و مادر خود، زن و فرزندان و پیوندان خود، خصوصا پیشوای ملت دعای خیر بر. امام علی رحمت الله علیه میگه که من اگر دعای اجابت شونده می داشتم برای حاکما ذخیره میکردم، چرا که سوالت تمام مردم است. دعا کنید در حق پیشوای ملت، در حق کشور، وطن، آرامی، پیشروی، ترقیات. باز برای خدا این همه نیروگاه و راهها و نقب‌ها را دیدی؟ برای خوجند رفتن چقدر چند ساعت با مشکلی ها و طرف کلاب رفتن چقدر مشکلی و مشقت و این نقب‌ها نبودند. وقتی که نقب‌ها نبود این همه نقب‌ها شده شد. یا طرفی بودی غرب رفتن چقدر مشقت و عذاب بود برای رفتن. و همه این پیشروی ها همه مهنت و زحمت است و مسلمان باید که شکرگزار باشد. پیامبر علیه السلام میگویند که من لم یشکر الناس لم یشکر الله. کسی نیکی برادرش رو، کسی نیکی یک مسلمان رو اگر شکر نمیگوید نعمت پروردگار رو شکر نگفته است. با این همه امید و آرزوهای نیک و این همه امید و آرزوها با دعای نیک این برنامه رو جمع بس میکنیم و خداوند عزوجل دعای همه ما و شما رو و درگاهش قبول بفرماید و همه ما و شما رو از بندگان صالح و مصلح و بندگان مفید و نیک و نکوکارش قرار بدهد. همیشه نیکی و نکوکاری و همیشه مفید و منفعتناک بودن برای خود، برای پدر و مادر خود، برای فرزندان خود، برای پیوندان خود، برای وطن و کشور خود و برای پیشوای ملت و رهبری خود. همه ما و شما رو پروردگار مفید و منفعتناک بگرداند و عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت رو نصیب روزی بگرداند. موفق و کامیاب باشید تا برنامه دیگر در پناه الله سبحانه و تعالی باشید.